سلام دوستان عزیز، امروز اومدم با یه شلوار خیلی باحال مراحل نقاشی روی این شلوار رو میخوام براتون بذارم و بریم که این شلوار رو ببینیم. خب دوستان، من دارم از قلم‌های سرتخت و سرگرد استفاده میکنم. شما هر جا که راحت ترید سایز قلماتون رو میتونید تغییر بدید. خب دوستان ببینید، من از رنگ ماری ورک دارم استفاده میکنم و رنگ ماری ورک نسبت به رنگ های دیگه‌ای که توی بازار وجود داره هم مرغوم به صرفه تره، هم با کیفیت تر از رنگ های دیگه است. مون مارت و رنگ هایی مثل پبئو خیلی رنگ عالیه، اما برای کسانی مناسبه که میخوان خرید و فروش داشته باشن، ولی باز هم اگر که از رنگ ماری ورک استفاده کنید باز هم اون کوالیتی رو بهتون میده. و مون مارت هم یک رنگیه که یک مقدار سفت‌تره، درست تنوع رنگیش خیلی بالاست. از قوطی‌های پلاستیکیش استفاده کنید و من بهتون پیشنهاد میدم که از رنگ ماری ورک استفاده کنید. رنگ ماری ورک رو هم میتونید از همه فروشگاه‌های لوازم تحریری بخرید و از قلموی پارس میتونید استفاده کنید. قلموهایی که استفاده میکنید موهای نرمی داشته باشن و قلموی پارس قلموی خوبیه که همه فروشگاه هم دارنش. وسایل مورد نیازتون هم برای این شلوار رنگ سفید مشکی و نقره‌ای هستش و قلموهای سرگرد و سرتخت، پالت اگر که دوست داشته باشید و یک پارچه حوله‌ای و همینطور ظرف آبتون. همین. و با کمترین ابزار میتونید یه همچین شلوار زیبا و خلاقانه‌ای رو توی خونه‌تون طراحی کنید. برید و لذتش رو ببرید. اگر که انجام دادید خوشحال میشم که عکسش رو برای من بفرستید تا منم براتون به اشتراک بذارم. بچه‌ها یادتون نره که حداقل یک رو برای خودتون آنتراک قرار بدید، یکم استراحت کنید تا بدنتون خسته نشه. با یه موزیک پر انرژی هم میتونید حال خودتون رو شاد نگه دارید. دوستان حتما ورزش کنید، چون ما همش نشستیم و نقاشی میکشیم و هم انداممون افتاده میشه و به خاطر کم فعالی چاق میشیم. برای همین 100% باید ورزش کنیم و از خودمون غافل نشیم و به خودمون رسیدگی کنیم. من یه سری ارزش خطی هایی رو دارم ایجاد میکنم که از نازک لاین ها رو به کلفت میبرم و از کلفت به نازک میبرم که به این ارزش خطی میگن. وقتی از رنگ مشکی استفاده میکنید قلموها و آبتون مشکی میشه، رنگش عوض میشه و دیگه از یه جایی به بعد نمیشه کار کرد. برای همین بهتره که حتما قلموهاتون و آبتون رو بشورید و عوض کنید. حتما قلماتون رو با پارچه حوله‌ایتون خشک کنید. رنگ دومی که توی کارم آوردم یه حالت سایه‌ای رو نشون میده و طرحمو بعددار میکنه، زنده تر میکنه و حتی اگر با رنگ های دیگه محو بشه این بعد و زنده بودن از توی کار در میاد و اون حس رو به شما بیشتر میده. تو هر لاینی از هر قلمو که خودتون راحت ترید اون قلمو رو استفاده کنید و قلموتون رو عوض کنید و قلموتون رو حتما بشورید و با پارچه خشک کنید. پارچه و لیوان آبتون همیشه باید کنار دستتون باشه. خب دارم میرم پارچه بعدی. حواستون باشه وقتی که دارید طرحی رو میزنید اول از رنگ‌های روشن استفاده کنید،
بعد رنگ‌های تیره رو بیارید توش که رنگ‌های روشنتون کدر نشه. آخر کارتونم حتما دوباره قلموتون رو بشورید و خشک کنید و مرتب کنید. قلموهای رنگ سفیدتون رو از قلموهای رنگ مشکیتون جدا کنید که رنگتون کدر نشه. مرسی که تا اینجای کار با من همراه بودید. اینم از کار من. امیدوارم که لذت برده باشید و انجام بدید. خب دوستان، اگر که این کار رو انجام دادید حتما عکسش رو برام بفرستید تا به اشتراک بذارم و خیلی خوشحال میشم که ببینم که چه کار کردید. و اگر که سوالی داشتید حتما تو قسمت کامنت ازم بپرسید، حتما جوابتون رو میدم و خیلی خوشحال میشم که برام کامنتاتون رو بذارید. و نسبت به چیزی که شما کامنت میذارید من پست بعدی رو آماده میکنم، پس حتما کامنت بذارید. من 100% کامنت های شما رو میخونم. خیلی خوشحالم از وجود شما و خدا نگهدار.